جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. السلام علیکم دوستان عزیز، چه حال دارین؟ طعام و شراب از جمله نعمتهای الله متعال برای ما هستند. خوردن و نوشیدن از عادتهای هر روزه است که از آنها بی‌نیاز شدن نمیتوانیم، اگر نه حیاتمان به خطر دچار می شود. به شک دین اسلام برای ما مجموعه از آدابها را ترغیب نموده است که برایمان خوب است که آنها را در وقت خوردن و نوشیدن رعایت کنیم. امروز آمدم تا برای شما درباره آنها صحبت کنم. از جمله آدابهای خوردن و نوشیدن همین آدابهای زیرین می باشند. نباید خوراک یا نوشاکی را به بدی یاد کنیم، بلکه آنچه را دوست داریم آن را میخوریم و مینوشیم و اگر نه عیبش نمیگیریم. نباید در خوردن طعام و شراب اسراف ورزیم، چون که الله متعال ما را از این عمل منع کرده است. گفته است: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. نباید در خوراک و نوشاکی گرم با دهن پف کنیم، بلکه آن را در حالش میگذاریم تا خنک شود. نباید در ظرفی که از آن آب می نوشیم نفس خود را براریم. باید پیش از خوردن خوراک یا نوشاکی بسم الله گوییم. باید چنین دعا کنیم: اللهم بارک لنا فیه و اطعمنا خیرا منه. اما پیش از نوشیدن شیر میگوییم: اللهم بارک لنا فیه و زدنا منه. پس اگر بسم الله گفتن رو در اول فراموش کردیم، سپس به یادمان زد، میگوییم: بسم الله اوله و آخره. باید که با دست راست بخوریم و بنوشیم. باید که از پیش خودمون بخوریم، نه از میان طبق و نه از نزد دیگران. اگر از دستمون لقمه از طعام افتاد، آن را میخوریم مادام که تازه باشد. هنگام آب نوشیدن آن را یک بار نمی نوشیم، بلکه دو یا سه مراتب می نوشیم. و چون از خوردن یا نوشیدن تمام کردیم میگوییم الحمدلله. نباید دو را فراموش کنیم در حق کسی که طعام را برایمون آماده کرده بود. میگوییم اللهم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا. و همین طور سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در خوردن و نوشیدن عملی کردیم. خداوند عملهای ما و شما را قبول کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة.